رفیق میگه یه پدر و پسری بودن، اینا یه خری داشتن، هر روز میرفتن هیزم میآوردن. داخل مسیری که اینا میرفتن و میومدن یه پرتگاهی بوده. پدره به پسره میگه که هر موقع من نبودم و از این پرتگاه خواستی بیای رد بشی، خود خره مسیر را بلده، خودش میاد، خره اذیتش نکن، کتکش نزنی، از پرتگاه میفته پایین. یه روزی پدره مریض میشه و نمیتونه بره، عصر بوده، یادش میفته به پرتگاه، میره میبینه بله بچه رسیده به پرتگاه و خره را شروع کرد به کتک زدن. خره هول شده از پرتگاه افتاد. بچه گفت یا الله یا الله. باباش گفت الله الله کم کنه جان پدر، کار خر از دست الله شد به در، دیگه فایده ای نداره. رفیق تو زندگیت خدا راهنما جلوت میذاره، مرشد، بزرگتر، مربی، مسیر یه جوری بهت نشون میده. اگه مسیر درست رفتی که رفتی، اگه نرفتی دیگه خدا هم کمکت نمیکنه. میگه چاه هست و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش.